مجوز میگیریم نبش قبر میکنیم. بریم بکنین، هر کاری میکنین بکنین. آقا یه قبر دیگه فاتحه بفرستی میرسه بهش. دنبال قاتل بروسلی میگردین شما؟ نه خیر، دنبال زمینی. بله، شنیدیم زمین با ارزشی هم هست. رفتی تنهایی قرلومه کردی؟ آره، بالا کشیدی. ببخشید، سهم ما چی میشه؟ چه طرز حرف زدنه؟ کشیدی بالا چیه؟ من احترامتون دیگه همه دارم آقا جلال بزرگی ها. احترام ما رو زمانی داری که حق ما رو بدی. بابای ما بین ما فرق نمیذار، چه تو اسم چه تو اموال. آقا اون زمین مال منه، صاحب اون زمین منم. این کجاش سخت فهمیدنش؟ وکالتنامه قانونی دارم من. ببین برادر من، ما اومدیم برای مصالحه، برای جنگ و دعوا که نیومدیم. بیشتر از حقمونم نمیخوایم، لا ضرر ولا ضرار.